شروع چالش خرید گوشی. این پست اولین پستی که واسه خرید گوشی دارم میذارم و روز یکم چالش خریدن گوشی. دیشب من یه استوری گذاشتم تو اینستاگرام و گفتم آقا چالش بعدی هدفش چی باشه. یه سریا گفتید که مثبت 50 میلیون که اونو قبلا زدم، یه سریا گفتید خرید گوشی که خیلی دوست دارم این گوشی پرچمدار دستم باشه، یا سامسونگ S24 اولترا یا 13 پرو مکس که قیمتشون تو یه رنج 60 میلیونه الان که این ویدیو رو دارم میگیرم. پس تصمیم گرفتم که برای هدف این چالش گوشی در حد 60 میلیون تومان رو انتخاب کنم و اینکه دیگه خسته شده بودم از بس بی هدف داشتم کار میکردم و بی هدف کار کردن من نصف کرده بود میزان درآمد و بازدهی من. واسه همین تصمیم گرفتم که شروع به کار کنم. حالا از شما هم میخوام که هنوز که پست اوله و هنوز که روز اول این چالشه با من همراه بشید، یک هدف واسه خودتون تعیین کنید. هدفتون هر چی که میخواد باشه، خرید گوشی PS4 دوست داری، نمیدونم میخوای موتور بخری، میخوای ماشین بخری، هر چی که هست یک ماه مردونه واسش تلاش کن. یعنی صبح تا شب یک ماهت رو 30 روز از این 26 سال عمری که تا الان داشتی، واقعا حداقل من داشتم، چیزی نیست. 30 روز واسه این کار تلاش میکنیم، ببینیم میتونیم انجامش بدیم یا نمیتونیم. اگه تونستی که دمت گرم، لذت ببر از اون هدفی که بهش رسیدی. اگه هم نتونستی، زورتو زدی، صدتو گذاشتی واسه کاری که دوست داشتی و اون موقع اگه نتونستی دیگه حسرت به دلت نمیمونه و میگی که من همه کار کردم واسش. ولی الان وقتی بشینی تو خونه بخوری بخوابی و برای هدفی که داری تلاش نکنی، خب 100% به اون هدفت هم نمیرسی و این میشه یکی از اون چیزهایی که تا الان بهش نرسیدی و مطمئنا تعدادشون خیلی زیاده. مثلا من خودم گوشی میخوام، لپتاپ خوب میخوام، کیس خوب میخوام، موتور خوب میخوام، ماشینمو میخوام عوض کنم، کلی کار دارم، اما همش یه جا که دستت نمیاد. باید یه دونه هدف بذاری اینا رو و سعی کنی توی تایمی به این هدفت برسی. وقتی که رسیدی میریم برای هدف بعدی. اگه نرسیدی به خودت یک مقدار خیلی کمی بیشتر تایم میدی. مثلا ما 60 میلیون تومان نیاز داریم، توی یک ماه هم قراره در بیاریم. ماه دیگه این موقع 60 میلیون هم در آورده باشی، اینجا ایرانه، شاید قیمت گوشی از 60 شده بود 65، شاید شده بود 70. واسه همین لازمه که به خودت 5 روز 6 روز 10 روز دیگه وقت بدی تا به هدفت برسی. اما فراموش نباید بکنی هدفی که داری و باید واسش تلاش بکنی. شدم مثل این استادای انگیزشی و این دریاری‌ها. ماشین سوار شدم، برم پمپ گاز، برم پمپ بنزین، چند تا مسافر بزنم، زور که رفتم خونه دوشو میگیرم، چون الان یه خورده دویدم و ورزشم کردم، نهارو میخورم و دوباره شروع کار تا آخر شب. برنامه‌م هم اینه که روزی 2 میلیون تومان حداقل باید در بیاریم که توی 30 روز بشه 60 میلیون تومان. یعنی باید این عدد رو برای خودت تقسیم بکنی و ببینیم میتونی یا نمیتونی. اگه دیدی نمیشه به هیچ عنوان، این تعداد روزها رو برای خودت افزایش بده. بریم برای شروع کار. اومدم پمپ گاز ماشین رو پر کنم، بنزین دار ماشین فعلا و گاز ماشین که پر شد برم یه دونه کاپوچینو هم از این سوپری که اینجا هست بگیرم و با انرژی شروع به کار بکنیم. گاز و بنزین ماشین رو پر کردم، یه دونه کاپوچینو هم گرفتم که از این کاپوچینو آماده ها، اسپانسر این قسمت آقای و کاپوچینو رو بزنیم یه خورده شارژ بشیم بریم برای شروع کار. ساعت هنوز 7:43 دقیقه است، یعنی هنوز حتی 8 نشد. امیدوارم از این تلخاش نباشه، چون من یه مدل دیگه می‌خواستم بگیرم ولی گفت خودش نیست، داداشش هست، گفتم بده داداشش. یه دوستی تو دانشگاه داشتیم تا مدت‌ها که کاپوچینو بوده می‌خورد، این تیکاشو مینداخت سطل آشغال، به خدا دروغ نمیگم، یعنی بعدها فهمید که داخل این شکلات و میشه خوردش و یه جوری با تعجب به من گفت که تو میدونستی. دیدم زشته بگم منم میدونستم، گفتم نه داداش منم نمیدونستم، چه جوری گفتم یا بهش بر نخوره ناراحت نشه دیگه. اینجوری هر جا دست جواب نداد از دندان استفاده کنید. با تو این خالیه چرا هیچ پایین نمیاد؟ به پایین نشد. یه دونه هم قند گرفتم برای تضمین اینکه زیاد تلخ نباشه، چون این مدلش رو تا حالا نخوردم و اولین باره. تازه داره ساعت هشدار من زنگ میزنه، 7:45 دقیقه گذاشته بودم که زنگ بزنه، الان داره میزنه. این ماگ منو ببینید، انگار از جنگ برگشته. این یادگاری ها، اینو وقتی رفیقم بهم داد سالم بود ولی الان دیگه سالم نیست متاسفانه. سر شمارم درد نیارم با دریوریایی که دارم میگم و کاپوچینو رو بزنم و برم برای شروع کار. اولین مسافرم یه آقای کمبینا یا روشندل بود که از دور میدون آزادی سوار کردمش و بردمش سمت تهران پارس. بعد از اون یه آقای دکتری سوار کردم، مثلا دکتر که حالا داستانشو کامل توضیح میدم، و بعدش تا 12 ظهر فقط بسته جابجا کردم. بعد از اونم رفتم برای نهار رو زدم، از یه غذاخوری غذا گرفتم، گفت نمیشه اینجا بخوری و دیگه به یاد زمانی که تو پراید غذا می‌خوردم آوردم تو ماشین غذا رو خوردم. یک مقداری صندلی‌های ماشین رو تمیز کردم چون
تیره شده بود رنگش. صندلی ماشین رو بردم جوش دادم و درستش کردم، یه خورده لق میزد، الان درست شده. و یه اتفاق عجیبی هم که امروز افتاد، یه مسافر داشتم بردمش جردن، 201,000 تومان کرایه‌اش بود، 2,10,000 تومان واسه من کارت کرد. بعد من همونجا بهش گفتم آقا 2 میلیون زدی 200 تومان کرایه. نگاه اینجوری با ما کرد، من دکتر نمیفهمم 200 تومانه، توی راننده اسنپ میفهمی. گفتم فدا سرم، گفتم آقا ببخشید من اشتباه دیدم، ولی واقعا 2 میلیون زده. و اینکه نظرسنجی هم تو اینستاگرام گذاشتم، گفتم چیکار کنیم این پولو، و اکثرتون موافقت که این پول نباید برگردونده بشه به اون آدم، ولی من یک بار دیگه بهش پیام دادم، گفتم که 2 میلیون واریز کردی، شماره کارت بفرست. اگه شماره کارت فرستاد که پول واسش میزنم، اگه هم نفرستاد دیگه قسمت دیگه، چیکار کنیم. نهار خوردم. تا الان 1% از هدف 60 میلیون تومانی ما که خرید گوشی انجام شده، یعنی 700,000 تومان تقریبا، و 99% دیگه میمونه. ما اگه بتونیم روزی 3%، یعنی روزی 1,800,000 تومان در بیاریم، توی 30 روز میشه 56 میلیون. روزی 3% باید در بیاریم که توی 30 روز به 60 میلیون تومان برسیم. بریم برای ادامه کار. ساعت 1 دوباره شروع به کار کردم. از غرب تهران یه سری وسایل جوشکاری بود که تحویل گرفتم و بردم فلک اول صادقیه. از اونجا هم یه بسته اسنپ شاپ قبول کردم با 4 تا مقصد که هر کدوم 7 دقیقه فاصله داشت و 250,000 تومان کرایه‌اش بود. بعد از اون هم یه بسته دیگه قبول کردم که روغن و فیلتر هوا و اینجور چیزا بود. ما رفتم یه جایی بسته تحویل بگیرم، همش روغن بود، روغن ماشین با فیلتر و فیلتر هوا و اینجور چیزا. دیگه واسه ماشین خودم هم چند تا روغن گرفتم دیگه، گفتم ارزونه بگیریم. تعویض روغنی میری میخوای تعویض روغن کنی 1 تومن پات در میاد. اینا رو من خریدم شو 440 تومن. حالا مثلا 100 تومن هم که تعویض روغنی بگیره میشه 540 تومن. بازم یه 400 تومانی تقریبا سود کردیم تو این خرید حس میکنم. برام که روغنای بقیه مشتری‌ها هم تحویل بدم، بعدش هم ماشینو ببرم تعویض روغنی که روغنش واسم عوض کنه. اومدم یه تعویض روغنی سمت علامه جعفری خیابون گلوردی و با نیم لیتر روغن و اجرت تعویض روغن 100,000 تومان کلا هزینه تعویض روغن من شد که تقریبا امروز یه چیزی نزدیک 500,000 تومان با این تعویض روغن من سود کردم. بعد از تعویض روغن دوباره تا آخر شب شروع کردم به کار کردن و بسته رسوندم و مسافر زدم و کارهای اینطوری. به معنای واقعی کلمه پاره شدم امروز. از 8 صبح سر کارم، الان 8 شب. گازم تمام شده، نصف بنزینم تمام شده. اومدم پمپ گاز، اینجا پمپ گازه و خستم. نهار نخوردم، شام یه غذای چرت و پرت خوردم و تازه روز اوله، اما 29 روز مونده و باید ادامه بدم. از صبح هم 2 میلیون رو کار کردم، یعنی تو 12 ساعت 2 تومن کار کردم. البته تو این 12 ساعت خب نهار بوده، سرویس بهداشتی بوده، شام بوده. نهار که نداشتم، دارم دریوری میگم. شام بوده با سرویس بهداشتی و پمپ گاز و پمپ بنزین و ترافیک. خدایا چه ترافیک عجیبی من امروز تجربه کردم و 3% از هدف تکمیل. 29 روز دیگه باید همینجوری ادامه بدم تا به 99% هدف برسیم که تقریبا تمام بشه دیگه. یعنی 29 روز مونده تا به هدفم برسم. شما هم اگه هدفی دارید واسم بنویسید چه هدفی دارید و اینکه واسش کاری میکنید، برنامه‌ریزی کردید واسش، تلاشی میکنید واسش یا نه. همیشه هم روز اول، هفته اول سخت‌ترین روزه، چون بدنت عادت نداره، خوابت منظم نیست و اینکه هنوز بدنت با شرایط وفق پیدا نکرده. ولی یه هفته که بگذره ساعت خواب درست میشه، زودتر پا میشی، بیشتر کار میکنی، انرژی بیشتری داری و اینکه حتما به هدفت میرسی. اینم از پست روز اول چالش رسیدن به هدف.